اطلاعات صحیح شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر. همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید، پس می‌توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیوی مهاجر، بگذار تا بگویم. درود سامیان ارجمند، شهر جنبسته خبرهای روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر میشنوید. امروز 20 ینور است. ساعت در مسکو اطلاعات صحیح شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر. همه روزه با پخش مستقیم مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید، با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 جنگ و مهنت تاجیکستان اطلاع داده. بینو با اطلاع جوانترین خودجیر بگذار ساله و سیمترینش 101 ساله است. در نظر است که 3 نفر سابقه‌داران از تاجیکستان در گشت نظامی یا خودپرست امسال در روسیه شرکت کنند. کشورهای سابق عضو اتحاد شوروی این سال 75مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی را تشکیل می‌کنند. در ماه می سال 2019 شمار سابقه‌داران جنگ دوم جهانی در تاجیکستان جالب شد نفر کشته شد. در جنگ بزرگ روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر همه روزه با پخش مستقیم مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی ادامه خبرهای روز. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ایگور کراسنوف معاون رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه را به وظیفه پروکورور گنرالی پیشنهاد کرده است. یوری چایکا همکنون دادستان کل سابق روسیه با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه آزاد کرده خواهد شد. قرار درباره آزاد کردن یوری چایکا باید از جانب شورای فدراسیون روسیه قبول کرده شود. ولادیمیر پوتین به شورای فدراسیون نامزدی معاون رئیس کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه ایگور کراسنوف را به وظیفه پروکورور گنرالی پیشنهاد کرده است. خبر می‌دهد کاتبات مطبوعاتی کرمل. سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت که پیشنهاد کراسنوف به وظیفه پروکورور گنرالی قرار پرزیدنت است. پرزیدنت نامزد پیشبری کرد این حقوق او همچون راهبر دولت است. ابراز داشته است دمیتری مدودوف، سخنگوی پرزیدنت فدراسیون روسیه. کارمندان مرکز ضد تروریستی و سرحدبانان مالدو یک شهروند خارجی را با گمان دست داشتن در همکاری با گروه خودخوانده تروریستی به نام دولت اسلامی خبر می‌دهند. خدمات اطلاعاتی و امنیتی مرکز ضد تروریستی مالدو گفته می‌شود گمانبر شده را مقامات هنگام عبور غیرقانونی مرز بین اوکراین و مالدو دستگیر کردند. در رفت تفتیشات معین کرده شد که گمانبر شده شهروند تاجیکستان بوده. طبق اطلاع پیشکی در نبردهای جنگی گروه افراطگرایی در خاک کشور سوریه جنگیده است. موادهای لازمه درباره شخص بازداشت شده از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان با مقصد آغاز کردن ترتیب استرداد و اندیشیدن چاره‌های ضروری تامین کرده شوند آورده شده است در خبر. ادامه خبرها را مستقیما میشنوید. روز دوشنبه 20 ینور مقامات چین از پیدایش یک ویروس نو و نامعلوم در بعضی از شهرهای این کشور خبر دادند. در حال حاضر 3 نفر به این ویروس مبتلا شده، 3 نفر از این ویروس فوت دیدند و چند تن دیگر سیرویت یافتند. مقامات چین یک منبع ویروس را آشکار کردند که آن در اول به ویروس مرگاور سارس خیلی مانندی دارد. ویروس که بار اول در ووهان در مضافات هوبه آشکار شده است، جامعه جهانی را به تشویش آورده است. سازمان جهانی بهداشت قبلا اظهار نگرانی از رها کردن ویروس کرد. بعدا مقامات ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که برای مسافرانی که از چین وارد میشوند تدابیر بهداشتی را در فرودگاه‌ها جاری کرده است. حالت‌های سیرایتی این ویروس در کره جنوبی، تایلند و ژاپن نیز به قید گرفته شده است. کمیسیون ملی تندرستی چین اعلام کرده است که برای نظارت و آشکار کردن ویروس چاره‌های قطعی اندیشیده است و وضع را
زیر نظارت دارد. دکتران و محققان میگویند که ویروس نو را قبلا هیچ گاه ندیده بودند و اصول انتقال ویروس نیز هنوز پورا آموخته نشده است. بعضی محققان میگویند که این ویروس را از حیوانات به آدمان گذرانیدن ممکن است. تا به حال حداقل 3 نفر از سرایت این ویروس نامعلوم جان دادند. رسما 200 نفر دیگر به این ویروس مبتلا شدند. امروز در مسکو موج دیگری پیام‌های دروغ‌آمیز درباره حمله‌های تروریستی مقامات را در مسکو سنجیدند. پلیس و دیگر خدمات اضطراری مسکو معلومات درباره بمبگذاری بیش از 100 مکتب و کودکستان، 20 مرکز سودا، همه ایستگاه‌های مترو، مغازه مگنیت و پیتروچکا، 42 بیمارستان و مرکزهای سلامتی را تفتیش کردند و نتیجه آن را تا حال رسانه‌ای نکردند. ادامه خبرها. تشکیل و خدمترسانی مهمانخانه یا مهمانخانه خرد به اصطلاح روسی هاستل در تهخانه بناهای استقامتی قطعاً منع است، زیرا تهخانه به مالکیت عمومی منسوب است. ابراز داشته است رئیس کمیته دولتی دومای روسیه اوید به خواجگی منزلی و کمونالی گالینا خوانسکایا در رابطه با رویدادهای فاجعه بار رخ داده شورای فدراسیون منع پوره خوابگاه را در تهخانه ها بررسی خواهد کرد. پیشتر برای گشودن خوابگاه در بنای استقامتی اجازه داده شده بود به شرط آنها در درآمدگاه الهی داشته باشند. حالا باشد قانونگذاران روسیه می‌خواهند ترتیب مقرر نموده قانون را اوید خواجگی منزلی و کمونالی تغییر دهند و فعالیت خوابگاه، مهمانخانه و یا مهمانخانه‌های خرد را در تهخانه بناهای استقامتی منع نمایند. در خوابگاه و مهمانخانه‌های خرد بیشتر مهاجران مهنتی استقامت می‌کنند و یا ثبت رسمی نام می‌کنند، چون این نظر به اجاره منزل اقامتی چند مراتب ارزان‌تر است. در سال 2019 با قرار دادگاه‌های ولایت سمره روسیه 767 نفر خارجیان به وطنشان اخراج شدند که مهلت ممنوع ورود آنها به روسیه سالهای گوناگون را در بر می‌گیرد. از شماره عمومی خارجی‌هایی که طریق دادگاه‌های ولایت سمره از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه اخراج شدند، 370 نفرشان با مبلغ‌های خود چپتای طیاره خریداری کردند. گفته می‌شود که همه خارجی‌های اخراج شده مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی بودند. آنها بیشتر در رعایت نکردن قاعده‌های بودوباش، به داشتن پتنت به فعالیت کاری مشغول شدند و با به انجام رسیدن مهلت بودوباشش در روسیه ترک این کشور را نکردند، جریمه و اخراج گردیدند. شنوندگان عزیز، شرح خبرهای روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراهی کنید. اطلاعات صحیح، شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر. همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیوی مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید، پس می‌توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیوی مهاجر، بگذار تا بگوید.